ببر بیمار شد و آروم در لونه‌اش دراز کشید. صدای ناله‌هاش توی جنگل پیچید و توجه بقیه حیوانات رو جلب کرد. اونا یکی یکی برای دیدن ببر اومدن و همدردی خودشون رو نشون دادن. وقتی روباه خبر بیماری ببر رو شنید، تصمیم گرفت بره و بهش یه سر بزنه. روباه وقتی به ورودی لونه رسید، ناله‌های ببر رو شنید که بلندتر شده بودن. اولش روباه قصد داشت وارد لونه بشه و حال ببر رو بپرسه، اما همین که اومد اولین قدم رو برداره، مکث کرد. با چشمای تیزش زمین جلوی لونه رو بررسی کرد. سپس آروم عقب رفت و شروع کرد به چرخیدن اطراف ورودی لونه. ببر متوجه شد که روباه بیرون ایستاده و با لحنی آمیخته به سرزنش صداش زد: روباه، این همه راه تا اینجا اومدی، چرا نمیای داخل؟ روباه گفت: زمین رو با دقت بررسی کردم. تعداد زیادی رد پا به سمت داخل لونت میان، اما حتی یه رد پا هم بیرون نمیاد. بگو ببینم چطور میتونم همچین ریسکی کنم و بیام داخل؟ ببر با شنیدن این حرف ساکت شد و دیگه چیزی نگفت. در هر موقعیتی هوشیار باش. محیط اطرافتو بشناس و اول از همه از خودت محافظت کن. مهربونی نباید به قیمت در خطر افتادن تموم بشه.